با ادریس و عبادالله دو خواننده صنف‌های اولی مکتب رقم 6 و 53 کلوب هنگامی از درس بیرون آمدن سگ در افتاد. هر دو در بیمارستان معالجه می‌گیرند. سگ صبح 12 سپتامبر به آنها حمله کرده است. پیشتر از گزیدن ادریس و عبادالله سگ بیمار چند نفر دیگر را زخمی کرده بوده است. کجا قپید را؟ در سر و روی هر دوی کودک آثار دندان‌های سگ دیده می شود. عبادالله برعکس ادریس هنگام حمله سگ هیچ کار کردن نتوانسته است. سگ او را غافلگیر کرده یک بار گزیده و سپس گریخته است. سگ احتمالاً هوری و یا دیوانه نه تنها به کودکان آسیب رسانده است. یکی از این بیماران بیستری مجنون سلطانوف است که سگ از دستش گرفته است و یکی اش هم شکسته است. این ساکن کلوب قصه کرد که سگ اول به یک زن حمله کرد و او میخواست زن را خلاص کند که سگ به او در افتاد. امی روم قلب دختر میگه امی قلب دختر بود که دیگه امی دست در دانش دختر نکردی. در دانش دختم همین نمی قدر قلبی دانی یک تلتوان شد. می غرپاس گفت بانام خدا با آوازم شنیدم شکستانی امیره. سگ بیمار در عموم به 16 نفر حمله کرده است. زخمی دندانهایش در روی این زن هویدا است. در مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی کلوب گفتند که تشخیص دقیق کرده است که سگ به بیماری هوری گرفتار شده است. بیماری خطرناکی که در صورت تأخیر در معالجه برای انسان مرگاور است. طبیبان گفتند همه آسیب دیدگان واکسن گرفته‌اند و تحت نظارت طبیبان قرار دارند.